طرف راست که ببینیم، طرف راست یک شبکه دیگه نیورونا داریم که با هم دیگه وصل میشه و میبینیم که چی؟ هر نیورون با هم دیگه ارتباط داره. اینا چی معنی میده؟ این نیورونا، همین دوم نیورون مثلا، همین دوم از اینا میبینی چند تا نه؟ اینا همین رقم با هم دیگه وصل میشه، با هم دیگه ارتباط پیدا میکنه و آخر ما چی میدیم؟ و اوتپوت میدیم. خب اینا اینپوت. هیدن لیر چیه؟ هیدن لیر فقط نیورونایی که با هم دیگه اینپوت و اوتپوت با هم وصل میکنه، یا لیرها با هم دیگه وصل میکنه، لایه ها با هم دیگه چی میکنن؟ وصل میکنن. همین رقم که ما مثلا نیورونای شبکه مغز انسان رو ببینیم، همین رقم چیه؟ هیدن یا پنهانی داریم. همین رقم پنهانی داریم. چندین تا اینا با هم دیگه وصل میشه تا یک شبکی وصل کنه، بسازه. و همین رقم کامپیوترها هم همین کار میکنه. شبکه خیلی عمیقی میسازه از hidden layers یا لایه های پنهانی، و از اینا استفاده میکنه که چیکار بکنه؟ همین چیای مخصوصی، چیای خاص خیلی، شاید مثلا ای فعال باشه وقتی که ای انپوت ما فعال باشه، نه یک دومی فعال باشه، چی میشه؟ مثلا دومی همین دو مرزی یا مو خط سیاهی که ما به اول گپ زدیم، از این که هست بره لایه پنهانی دوم چهارمی فعال میکنه و خیلی تاثیر داره روی چهارمی، و مثلا رو آخری فعال کردن لایه آخری، نیورون آخری خیلی تاثیر داره. همین رقم اه، باعث میشه مثلا وقتی که ما اینپوت های ما، بعضی از اینپوت ها ما فعال باشه، همین رقم باعث میشه که ما یک اوتپوت خاصی داشته باشه. به خاطر همین انسان ها مثلا بعضی وقتا که ما یک چیزی میفهمیم، تغییراتی با داخل مغز ما ایجاد میشه که از یک ترسی به ما اضاف بشه یا یک خاطره به ما اضاف بشه. همین تغییرات داخل نیورونا ما باعث میشه که چی؟ ما یک خاطره یا چیزی ذخیره کنیم، یا یک کاری که با مثلا دوچرخه سواری یا باسکل سواری، با وقتی که بالای باسکل میشینیم، کاری که مثلا عضلات بدن میکنه اونا کامل داخل مغز نیورونا با هم دیگه وصل شده و لازم نیه ما اونقدر درباره از او فکر کنیم. خب امروز چی میکنیم؟ امروز یک خیلی برنامه ساده میسازیم که یک AI ساده میسازیم که اعداد بسته بندی کنیم. مثلا عدد یک نقاشی میکنیم، میگیم که مثلا چی؟ میگیم که مثلا 5. مثلا 5 خوبه نه، میگیم یک. مثلا نه. همیر برای ما چی کنه؟ بسته بندی کنه، بگوی این عدد چی هست. مثلا بکشیم ما 2. این عدد دور بشناسه. به چی حالتی ما همین کار میکنیم؟ برنامه نوشتم، باز میتونیم کپی کنیم. اه، اینا رو هم کامنت گذاشتم که بفهمیم چی معنی میده هر کدوم بخش از اینا. خب ما اول یک برنامه نوشته کنیم امروز. یک لحظه. این برنامه رو داخل کولاب نوشته میکنم که باز بتونیم شما راحت تر دسترسی پیدا کنیم. خب نیو نوتبوک دیگه باشی، صفحه دیگه پخش کنم. خب
ما اول چند تا کتابخونه رو باید داخل برنامه اضافه کنیم. import cv2 import numpy import matplotlib pyplot. باز اینا رو منتشر میدم برای چی هست. pyplot as plt import tensor. و هر وقتی که یک AI جور کنیم هم امینا رو ما اضافه میکنیم. همیشه همین چیزه. همیشه نیه. خب فرق داره. مثلا بعضی مردم پای تورچ استفاده میکنن و بعضی مردم تنسر فلور استفاده میکنن دیگه. همین رقم اینا رو اضافه میکنیم که اولین چیز اینا باشه. بعد یک کمپایل میکنیم که اینا به ما کتابخونه رو چیکار کنه، به ما وارد کنه. مثلا اول چی نوشته مطلب لب. اینا کتابخونه رو به ما داخل برنامه ما اضافه کنه. خب اینا چون که ما به خاطر هر وقت که AI چیزی میسازیم همینا رو باید استفاده کنیم. بعد به خاطر اه، مثلا همین اعدادی که ما بخوایم بسته بندی کنیم یا به یک صنف بگذاریم، صنف کلاسیفای میگن. مثلا عدد 1 تا 9 و 0 ما چی رو هم بسته بندی کنیم. اول ما یک چی میگیریم، یک داخل به خاطر بسته بندی این اعداد برای ما گوگل یک چی داده، یک دیتابیسی داده که تقریبا 40,000 فکر کنم 40,000 شکل یا نوشته به نوشته دستی اعداد هست داخل همین. و باش به شما نشوندم. به نام امنست میگه. به چی میگه؟ امنست. همین دیتابیس همین داخل نی عکسای چی؟ عکسای شکلای چی؟ نوشته های دستی با دست نوشته کرده. اینا رو عکس گرفته. اینا به ما چی کرده؟ گوگل به ما داده داخل یک کتابخانه یا یک دیتابیسی به نام امنست. ما چی رقم داخل امپورت میکنیم از خود تنسور فلو میگیریم. یک چی داره، دیتابیسی داره به نام چی؟ امنست. و چندین دیتا ست داره. مال امیر مال چی کنیم میگیم کراس دیتا ست. ها هنی ای دیتا ستار داره. اینا چیه؟ باستن هاوزینگ، سایفار ده، سایفار صد، فشن امنست، ام دی بی امنست، روترز. مثلا یک ما عکس کنیم. آه، حالا به ما نشون نمیده که چی هستی. صبر. باستن هاوزینگ باش سه کنیم. انسر باستن هاوزینگ نه یکی دیگه سه کنیم. مثلا آی ام دی بی. مثلا تنسر Flow datasets IMDb X. نه اینطوره داخل دیتابیس IMDb به این شکل چی داره؟ اعداد و مثلا اه، هر فیلمی که ما دیده باشیم داخل IMDb لیست شده باشه به ما میگه که اه، مثلا کلاسفای میکنه از طریق چی؟ از طریق که اسم فیلم چی بوده یا مثلا داستانی چی بوده و همین شکل. من نمیفهمم دقیقا درباره چی هستی IMDb دیتا ست. اما میتونیم مثلا از این دیتا ست استفاده کنیم تا فیلمی که جدید بیرون میشه بفهمیم که سکور یا امتیاز از داخل مردم چند میدن امتیاز از او. خب اولی داخل کردیم مثلا یه اعدادی گرفتیم، اعداد نوشت دستیر. بعد ما چیکار میکنیم؟ لود دیتا.
همین رقم که برای ما گفته ما داخل تنسور فلو دیتا ست امنست به ما یک دانه چی داده؟ یک دانه فنکشن داده به نام چی؟ لود دیتا. خب این لود دیتا به ما چی میده؟ برای ما returns like برای ما پس میده چی میده؟ x train y train x test y test. با اینا چی هست؟ اینا باش می کپی کنم. مساوی میشه به چی؟ به mnest.load data. چی شد؟ اینا رو به ما میده. نه ما میخوایم چیکار کنیم؟ اینا رو ذخیره کنیم داخل چی؟ خب همین دیتا ست گرفتیم بعدی و اینا رو چیکار کردیم؟ لود کردیم داخل اینا ذخیره شد. X train و Y train که هست اینا ما مثلا ما به دو بخش اینا رو تقسیم میکنیم. همین عکس های نوشته خود نه عکس های اعداد خود به دو بخش تقسیم میکنیم. یک بخش اینه که درباره ترین مثلا خود مدل ای آی خود میسازیم باید او آموزش بدیم درست. بعد از اینکه آموزش دادیم باید او تست کنیم ببینیم آموزش ما رو یاد گرفته یا نه. به خاطر همین اینا ما دو بخش تقسیم میکنیم. اول او آموزش میدیم بعد او تست میکنیم. خب خودم این جایی که کدار می نویسیم ای چی افتادی آنلاینه؟ ای آنلاین کلاب میگن. چرا اینجا استاد می نویسیم؟ اینجا نوشته میکنم که باز شیر بتونم بکنم بهم بگی. درست. بله. بیرم به تلگرام بندازمش هم میگی من بتونم شما اینجا هست. استفاده کنم. خب بعد ما میگیریم چیکار میکنیم؟ نورمالایز میکنیم یا مثلا اه، فعلا که داریم اگه لازم نیه فعلا مهم نیه خاطر که خیلی پیچیده میشه باز فعلا همین مدل رو یاد بگیریم. مدل ساختن چی را مدل تی تنسور فلو که هست همین ای آی مدل که میسازیم از این تنسور فلو استفاده میشه. دات کرس دات مدل دات سیکونشل. سیکونشل که هست چیه؟ به ما میگه که مثلا نه مثل تخته لایه که ما اگه بخوایم جور کنیم یک مدلی به نام سیکونشل ما میسازیم. وقتی که نه من همین عکس ها به شما نشون دادم که از چی بود؟ لایه نه لایه اول لایه دوم لایه سوم یا مثلا به همین شکل لایه که باشه این ما از چی استفاده میکنیم؟ از سیکونشل استفاده میکنیم. مدل های دیگه هم داره که مردم استفاده میکنن اما برای همین ما از سیکونشل استفاده میکنیم. خب اولین لایه ما چیه؟ لایه اول ما چیه؟ مثلا این طرف راست ببینیم. لایه اول ما اینپوته. لایه اول ما چیه؟ اینپوت. وقتی که اینپوت ما اضاف کنیم چی رو اضاف میکنیم؟ میگه model dot add چی؟ یک لایه به نام هست لایه به نام لایه اه، layer layers dot flatten input shape input by 28. حالا شیپ رو باز بعدا گپ میزنیم که چی رو هم داخل کنیم. اه، فعلنی باش همینجا نوشته باشم. بعد میایم میگیم مدل
خالی فهمیدیم چی معنی میده. این میگه model.add. لایه اول ما چیه؟ لایه اول ما عکس خود اضافه میکنیم، عکس نوشته ما نه، اندازه پیکسلی رو هم خورد میکنیم به اندازه چی؟ 28 در 28 که بتونیم جا بشه داخل از این زودم آموزش پیدا کنه. input shape رو هم باز من داخل همون صفحه که اول نشون دادم که ما اول نوشته میکردیم، مثل از این. باش من یک رن کنم مثل همی که مثلا این نوشته کردیم یا هرچی نوشته میکنیم اینجا ما input shape میدیم که امور بخوانه و با ما رن کنه. درست؟ مدل اول، لایه اول ما اینپوت هست. اینپوت وقت فلت میکنیم به جای که نه x و y باشه، به حالت دو بعدی باشه، ما این یک بعدی میکنیم و یک لایه مثل یک لیست میکنیم و یک خط باشه. بعد یک لایه دیگه اضافه میکنیم، یک لایه پنهانی. لایه ما بعدی ما چیه؟ یک لایه پنهانی اضافه میکنیم خاطر که اه، بهتر بشناسه. میتونیم این کارم بکنیم، اما این کار مثل طرف چپ که هست، اما این خیلی آموزش خوب پیدا نمیتونه کنه. هرچی نیورون بیشتر باشه آموزش بهتر تا یک مقداری. خب ما این اضافه میکنیم باشه tf dot eras dot layers. این دفعه چی؟ این دفعه دنس اضافه میکنیم. این دفعه عکس ما نیه که فلت کنیم یا به یک لایه بکنیم. یک هست دنس که هست لایه هیدن که باز اضافه کنیم، باز دنس میتونیم اضافه کنیم. دنس که هست مثل همینه، مثل همین لایه که هیدن به طرف بنفش که نشان میده، همین رقم دنس ما میتونیم جور کنیم. اندازه او چقدر باشه؟ 128 تا نیورون. اکتیویشن، درباره اکتیویشن که گپ زدیم، همین فعال شدن نیورون چی رقم بود؟ فعال شدن یک نیورون توسط ای بخش بود نه؟ توسط همین چربیه، نمیفهم چیه اینا، زرد رنگ که است. به خاطر نیورون های کامپیوتر ما یک اکتیویشن باید استفاده کنیم و همون که ما استفاده میکنیم اینجا رلیو میگن. باز اینا خیلی درباره خود نوشته چی داره، تعریف های داره، میتونیم به آنلاین ببینیم که رلیو چی هست و به خاطر چی رلیو استفاده میشه. اما رلیو به ما تقریبی مثل یک لایه نیورونی که انسان کار میکنه همین رقم. و دو لایه پنهانی ما اضافه، یک لایه هم میشه اضافه کنیم اما دو لایه اضافه میکنیم بهتر یاد بگیره. خب لایه آخر ما باید چی باشه؟ لایه آخر ما باید، چون که ما 10 تا عدد داریم نه، چند تا عدد داریم؟ از 0 تا 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ما یک عددی که بخوایم شناسایی کنیم و همین رقم یک دنس لیر جور میکنیم 10 تا. اینا با هم دیگه وصل میشه. 10 تا از اینا اکتیویشن از چی میکنیم؟ دیگه اکتیویشن داره به خاطر لایه آخر، لایه که اوتپوت میگیم به نام سافت مکس. سافت مکس چی میکنه؟ به ما یک اطمینانی یک اوتپوت میده. به جای که شاید بگوی شاید یک باشه، شاید دو باشه، شاید سه باشه، به ما یک اطمینانی میگه که یک از اینا درسته. میگه یا دوی یا سه یا چهار یا پنج، یکی اینا میگه. میتونه میکنه که شاید بگوید به طور اطمینانی یکی از اعداد با اون میده. سافت مکس به صورت اوتپوت. خب این مدل ما آماده شد. اینا رو با هم دیگه وصل میکنیم، میگیم model.compile. اپتیمایزر خیلی چیزیه، خیلی مشهوری به نام ادم میگه، که مثلا وقتی که
اشتباهی کرد، کامپیوتر نمیفهمید که درست یا نه، اپتیمایزر میاد وسط میگه که تغییرات ایجاد کن. تست میکنه مدل، میبینه که اعداد درست چی نشده، انتخاب نشده. بعد تست که کرد، مقداری از نیورونا کم و زیاد میکنه یا فشار اینا کم و زیاد. categorical cross entropy دیگه. خوشحالی رم گپ میزنم چی هست متریکس. ها، لاس که هست، میگه که مثلا ما مدل خود یک بار آموزش دادیم، باز لاس میای میگه اگه اشتباه کردی من همین مقدار از اکتیویشن تو کم میکنم یا زیاد میکنم یا سختتر میکنم، به تو فعال شدن تو سختتر میکنم. به یک نیورون میگه، به یک نیورون میگه که من سخت میکنم کار تو رو یا آسان میکنم. فهمیدین؟ مثلا بذی عکس ما باش به شما نشوندم. اگه نزدیک شیم میبینیم که مثلا بعضی خطها کمتر زور داره یا قوت بعضی از این خطها کمه یا زیادتر نسبت به دیگران. نه، همین رقم مثلا این خط میبینیم، این خط آخر از این نیورون به این نیورون که وصل میشه، قوت از این بیشتر نسبت به این خط. میبینیم لاس ای کاره، لاس تغییرات ایجاد میکنه به این خطا. میگه که اگه اشتباه باشه قوت کم میکنه، اگه درست باشه قوت از او خط زیادتر میکنه. متریکس هم به ما میگه که کدو بخش ما تمرکز کنیم از او طریق مدل خود بهتر کنیم. اگه اکورسی بالا باشه ما امور میخوایم، نه اکورسی یعنی دقت مدل ما چقدر باشه. دقت مدل خود ما میخوایم 100% بکنیم، خاطر این متریکس خود اکورسی میدیم که از رو اکورسی به ما تشخیص بده که مدل ما خوبه یا نه. خب بعد میگیم مدل دات فیت، میگیم که از X train Y train استفاده کن. از این داده هایی که دیتای X train و Y train استفاده کن و به اندازه 3 بار 3 دور همین کار بکن. 3 دور بزن رو مدل، ببین که درست هست غلطه نیه بهتر شد نشد. اونا رو بعد هم چی میکنیم؟ بعد هم سیو. مثلا به نام چی؟ 100. یکی دیگه هم بسازم، میگیم numbers، همین مدل سیو شده رو میگیریم keras models load model and written. خب. ما اول سیو کردیم بعدی هم لود کردیم، پس اون مدلی که داشتیم پس چیکار کردیم؟ لود کردیم این قسمت. بعد میگیم لاس و اکیورسی رو به ما نشون بده که مدل ما چی رقم بده. تست میکنیم با چی؟ با X تست و Y تست. همون دیتایی که داشتیم ما جدا کردیم، اینا ای بالا اونا جدا کردیم، به این بخش ما تست خوره استفاده میکنیم. evaluate چی معنی میده؟ همین که آزمایش کردن. حالا بعدی خب این حالا آماده شد، ما چیکار میکنیم؟ همین input shape پر ما وصل با مونه همون چی که ما تیار کردیم با اه، همین اه، به حالتی که خود ما میکشیم به داخل کامپیوتر. همین با چی اضاف میکنیم به خود
مدل خوب وصل میکنیم. خب خود ما بکشیم ببینیم مدل ما درست میگه یا نه. خب اولی باید ما آموزش بدیم ببینیم که آموزش میبینه یا نه. خب دانلود شد. ما اعداد خود گرفتیم، بعد میگیریم مدل خود ترین میکنیم. چی میگن؟ Hmm, there's no models. خب لایه اول یا دور اولی که زد 88%، بدی 92%، بدی چی شد؟ 94%. 94% مطمئنه که چی؟ میتونه اعداد درست بسته بندی کنه یا صف بندی کنه. ما این تست میکنیم که راست میگه یا دروغ میگه. با تستی که انجام دادیم اکیرسی ما چند داد؟ اکیرسی ما داد 93. یعنی تقریبا نزدیکه. به چی نزدیکه؟ به اکیرسی که ما اول به ما داد به 3 دور ما زدیم. مثلا من دور از این بیشتر کنم بگم 5 دور بزنه. بعد از 5 دوره به ما چند میده؟ اکیرسی 95 میده. با شیر ما تست کنیم. میگه 95%، 100%، 95% مطمئنه که اکیرسی ما درسته یا دقت ما در انتخاب کردن عکس چیه درسته. حال ما امیر ما چی رقم تست کنیم؟ ای راست میگه یا نه؟ باش من مثلا همین کدی که نوشتم به صفحه دیگه میر اضاف کنم به این قسمت. یک بار رنم بکنم ببینم کار میده یا نه. چی میگه؟ no display name or no display environment variable. root. ای چی نمیکنه ای. ما دیسپلی نداریم داخل ازی. به آنلاین دیسپلی نداریم. آنلاین تولز. باش ببینم چی را هم فعال کنم دیسپلی ازیر. display display name use and discover starts your scripts before recording. اول قبل از که مطلب اینجا داخل کنیم به ما میگه چیکار کن. اول داخل کن بعدی از صفحه استفاده کن. نظام مشکل داره چی میگه دیگه. مم. موبایل یک لازمه دوباره یک رنه بکنم از سر. اه، نه دوباره یک رن کنم. سوالی دارین؟ نه استاد. خب دیسپلی نداره. خیلی ما یک کار دیگه میگیریم که جایی که رن کنیم به این قسمت پاک کنیم. بعد
امیر سیو میکنیم هر نوشته که داریم، مثلا میگیم که عدد یک. سیو بکنیم یه رو صفحه، نام دیجیت. یک لحظه دیگه هم صبر کنیم. جواب نداد. آه، یک لحظه. هم. یک لحظه. خب مثلا مباشید بیایم بسته کنم. اه، rule the line. شریط مشکل داره. یک لحظه صبر بمون. نشد. سیو سیو نمیکنه یا نه؟ سیو نمیکنه. توبه توبه توبه. یک لحظه من این پیدا کنم. ها، مشکل پیدا شد. image dot save file path. میر از سوال چیزی دارین؟ سوال میتونین بکنین. صد از من صفحه امو جایی که آنلاین نوشتیم آورده. ما همینجا فعلا کار میکنم. خب، مثل که image how to save image with pillow.
save. save. نه. تو image draw dot save باش بگیم ببینیم چی. طالب پلور استفاده نکرده بدم. سیف کرده نمیشه حال بازی. بگذاریم حال از این. حالا مثلا ما اکیرسی رو گرفتیم درست، مثلا یکی از اینا رو که ما حالا بخوایم استفاده کنیم، یکی از اینا رو به ما نشان بده که یک عکسی که ما مثلا یک عکسی میکشیم با من باز چیزی تیار میکنم، من کد تیار میکنم که باز خود شما بتونید بکشین، باز داخل از این استفاده کنیم. اما قبل از او ما از پینت استفاده میکنیم، از پینت استفاده میکنیم که یک یک شکل بکشیم. خب مثلا حالا پینت وا کنم من، پینت وا میکنیم اندازه از زیر فول سکرین فایل نیو لیر. حالا اندازه از زیر از اینجا چند بکنم، از اینجا. خب این میگیم 28 در 28 پیکسل، 28 در 28 باشه. تا 28 در 28 اوکی میکنیم. اندازه از این قدر شد، زوم میکنیم رو از این و شکل خور برش میگیریم، مثلا میگیم چی؟ عدد یک میکشیم. خب این سیو میکنیم، سیو به دسکتاپ. اسمی رو میگذاریم دیجیتس. درست دیگه. میشه که فاین هم بکنم مارکر بیت او مارکر خیلی کته، سایز از این خورد کنیم. هنوزم کلانه و خیر همین یک حال ما داریم فعلا. یک ما چی رو هم استفاده کنیم، میگیم چی؟ image number مثلا ای چند عدد ما یک نه فعلا. number مثلا میشه به یک مثلا. بعد همین فایل خود چی میکنیم ما؟ بیرون میکنیم ما فایل خود داخل برنامه. میگیم که image دا مثلا میشه به cv2 امرید. cv2 به خاطر چی استفاده میکنیم؟ به خاطر که لودی بکنیم، مثلا چیزی داخل کنیم صفحه، داخل صفحه خوب بکنیم از cv2 استفاده میکنیم، یا داخل برنامه خوب بکنیم منظورم. جایی که هسته ما میگیم که کجا موقعیت داره، میگیم به دسکتاپ. دسکتاپ ما باش ما پرتزی بگیرم دیجیتس بود، اسم دیجیت گذاشتیم. کاپی از پث میگیریم این اضاف میکنیم و
عکس خود چیکار میکنیم؟ میگیم داخل یک لیست باشه. از چی استفاده میکنیم؟ از نامپای استفاده میکنیم که لیست خود برعکس کنیم. لیست خود برعکس میکنیم. بعد چی میگیم؟ میگیم که بر ما بگویه که همین عکس ما چیه، از کدام عدد. به ما عکس ما چی کو، عدد گذاری بکن. بعد هم میگیم print prediction. هرچی prediction بود به ما چیکار کن؟ به ما نشون بده که عدد چی هست. خب امیر مال دادیم. میگیم که digits چی میگه؟ کد بایت. ای اف لازم نداریم. خب باید این پوزیشن ای خاطر مسخره بازی ویندوز. خب چی میگه؟ نان تایپ پیدا نکرد ایمیج مار از کجا باید داخل از باید بندازیم به این بخش. ما باید یک فایل خود کجا بکنیم به اینجا بگیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. درباره AI امروز گپ زدیم دیگه. امروز کارهای زیادی رو انجام دادیم. یکی از فایل هایی که ما امروز دیدیم این بود که به چه شکلی ما میتونیم یک مثل پینت یک برنامه بسازیم که داخل بتونیم یک عددی بکشیم که با زور سیو کنیم و به AI خوب بدیم ببینیم عدد چنده. نه حالا ما مثلا نوشته میکنیم عدد 3. این سیو میکنیم. اگه سوال چیزی داشتین باز بعداً بپرسین داخل گروپ چت یا هر جای. این سیو میکنیم، میایم بیرون و کجا سیو میشه؟ به این موقعیت سیو میشه. اندازه از بسیار خورده به خاطر که AI ما اندازه کلان لازم نداره، فقط یک سایز مناسبی باشه. و بعد از او توسط AI ما داخل AI مادو IPYNB ثبت شده. این چی رقم اصلا داخل ازی بشیم؟ داخل ازی که میخوایم بشیم ما چیکار میکنیم؟ یک کولاب چی به نام یک برنامه هست آنلاین به نام کولاب داخل گوگل. ما وارد میشیم، درست، و کدی که ما نوشتیم امروز این اضافه میکنیم به گوگل کولاب. درست، اضافه کردیم. درست. خب اینا همه اینایی که ما میبینیم اینا رو باید ما چیکار کنیم؟ رن کنیم از اول تا به آخر. اینا دانه دانه رن میکنیم تا AI ما چی آماده بشه. اگه خب تنسورفلو رو رد میکنه حالا فعلا به خاطر که تنسورفلو خیلی سنگینه و خود گوگل سازنده تنسورفلوه. ما میتونیم از خود گوگل کولاب استفاده کنیم تا تنسورفلو داخل بدون از اینکه داخل کامپیوتر خود نصب کنیم به خاطر زیاد سنگینه داخل با آنلاین به راحتی استفاده کنیم از طریق گوگل کولاب. بعد AI مدل خود ما ترین میکنیم به این قسمت. ما فعلا 3 ایپاک داریم. ایپاک که چیه؟ ایپاک تعداد وقتی که رن میکنیم تعدادی که ما چند دفعه روی AI خو میریم تا
بیشتر اکورسی بیشتر به دست بیاریم و امکان داشته باشه اگر ما داخل یک لوکل مین ما باشیم، از طریق همین ایپاکسا ما او مشکل حل کنیم. بعد از این که سیف شد، خلاص بشه یک لحظه سیف میکنه، سیف شد. بعد ما تست میکنیم، تست که کردیم برای ما اکورسی چند داد؟ بسیار نزدیک به 96. اینجا 97 بود، اینجا 96. 96 هم بسیار عالیه. و آخر رن میکنیم که چی؟ که ما دیجیت آل همین عکس نیاوردیم. نه عکس به چی طریق ما داخل میکنیم به گوگل کولاب؟ به این قسمت به فایلز میریم و از طریق آپلود ما همو عددی که نوشتیم همو داخل میکنیم. اوکی بزنین. این عدد ما چیکار شد؟ به این قسمت آمد داخل گوگل کولاب اضافه شد. حالا یک بار دیگه رن میکنیم، به ما چند میده؟ عدد ما دقیق میده که عدد ما چند بود. میگه عدد ما چند بود؟ 3 بود. حالا میتونیم ما جدا بکنیم که خوانده بشه. یک بار دیگه رن کنم. عدد ما چنده؟ 3. predicted string عدد ما هست 3. کم فاصله هم بدم. درست؟ به همین طریق ما AI خورم میتونیم رن کنیم. یکم مشکل داشت قبلا، حالا ما اونا رو فیکس کردم، میتونیم از این استفاده بکنیم. خب سلامت باشین، بخیر باشین دوستا، روز خوش.